آقا من دارم میرم بیچ الان تو بارون شدید. اوه رعد و برق، رعد و برق. معمولا آدما این اتفاق میفته واسه هوا، درسته؟ این تو همچین هوای بارونی یا رعد و برق میزنه اینا، معمولا بیچ رفتن کسخلیه. برای چی داری میری اونجا جی؟ برای اینکه آفتاب باید باشه معمولا دیگه، درسته؟ من اون موقعی که برعکسه میرم مخصوصا، خب کسخل هستم میدونم، ولی دلیل دارم. برای اینکه اون موقع هیچ کس نمیره، تو نمیدونی، اکثر مردم نمیدونن. پس معنیش اینه که وقتی یارو نمیره، اکثر مردم که همون عوام میشه، عوام نمیدونن که آقا چه جوریه که زیر بارون شدید با رعد و برق و طوفان و فلان نه لب ساحل باشی. خیلی آدمای کم این کارو میکنن چون سخت دیگه، چرت و پرت، خیس میشی، نمیدونم سرد ممکنه بشه، اگه پاتو بکنی تو آب موج ممکنه بزنه بهت، رعد و برق ممکنه بزنه از وسط نصفت کنه. خب یارو میگه نمیرم دیگه، کون لقش با مثلا آفتاب بشه. خب اونا عوامن. دیدی مثلا بعضی وقتا اگه میری مطمئن باش این کارو بکنی. به نظر من خودم این کارو میکنم. به نظر من وقتی بارون میاد اتفاقا آدم باید بره مثلا کارایی رو کنه که تو هوای آفتابی چیز میشه. واقعا من تو هوای آفتابی مردم بیشتر انجام میدن، مثلا میرن بیچی پیچی فلان. الان نگاه کن مثلا من اومدم اینجا، یه نفر اینجا نیست، یه ماشینه، نمیدونم ون چیه، نه اکچولی زیادن، 3-4 تا هستن. نه احتمالاً اومده بودن بیچ، بعد دیدم بارون گرفته خارشون گاییده شده، اینجا گیر کردن. شاید اینطوری باشه، شاید اینجوری نباشه، ولی منظورم اینه که ملت زیاد نیستن آجی. میبینی اصلا اینا الان پارک کردن اینجا. کجا پارک کنن؟ منم میرم اینجا پارک میکنم. این دختره این زیر درخت پارک کرده، منم میرم زیر درخت. البته اون رو حق نمیکنم. استرالیا هست اینجا، پارک کنی زیاد گیر بد نمیدن رو خاک و پاک و اینا. اینقدر که جا هست ماشاءالله واسه همه. آقا بیاد استرالیا خوبه. من برم بیچ. خداحافظ. نمیبرمتون دیگه، موبایلم خیس میشه.